بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام. امروز اومدیم در کنار هم دیگه به سراغ دو تا تستای زیبا و جذاب که انگار وحی منزل شده هر سال داخل کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری مطرح بشه. یادتون میاد با این لفظ اومده بودم قبلا، گفته بودم انگار وحی منزل شده که داخل کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری مطرح بشه. چه کولاکی به پا کرده، چه زلزله و قشقرقی به پا کرده. دیگه مثل فلفل تند میسوزونه. کسی که این تستو پاسخ نده مثل فلفل تند میسوزونتش. یادتون میاد؟ میریم حالا اون تستو مجدد روبرو میشیم. اینو در کنکور دکتری سال 1402 مربوط به سال 1402 طراح دو تا تست هم ازش مطرح کرده از شیوه‌های تصمیم گیری. موضوع شیوه‌های تصمیم گیری رو امروز میخوایم بررسی کنیم از درس زیبای مدیریت و اصول و مبانی مدیریت که داوطلبین عزیز گرامی این درس رو اصلا نادیده میگیرن. خیلی از داوطلبین و میگن نه این سخته، هیچ مرجع درست و درمانی براش وجود نداره. اما ما رو میکنیم که مراجعه کنید به این مراجع. بهترین مراجع رو برای شما مهیا کردم. کتاب‌های رابینز، کتاب دکتر علی رضاییان، کتاب دکتر الوانی، سید مهدی الوانی، کتاب دکتر رضاییان، دکتر جاسبی. وای وای چه کولاکی، بیا تماشا کن. با مجموعه تندباد کنکوری، با سبک نوین عزیز توروس و چینی بنزن همراه باشید که این تستا رو مثل چینی میخوام به هم بند بزنم. بگم چه سالهایی اومده شما مشاهده میکنید. سال 1393 94 95 96 98 99 1400 کارشناسی ارشد در گرایش مهندسی فناوری اطلاعات. همچنین سال 1400 1401 امسال که 1402 بود مطرح شده. شیوه‌های تصمیم گیری دو تا تست هم مطرح شد. دیگه داوطلب گرایش مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی و راهبردی، مدیریت رسانه و اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات که امسال هم شرکت کردی به طور مکرر هر سال این تست مطرح شده بود. داخل کانال آپارات هم گفتم که انگار وحی منزل شده. باید انگار که بیاد وحی منزل شده انگار. و بله مرحبا. امسال دو تا تست هم ازش اومده. بریم با هم در مجموعه تندباد کنکوری با سبک نوین عزیز توروس و چینی بنزن این تستا رو بررسی کنیم. شما میبینید راست میگه این تستا قبلا اومده. من قبل از اینکه به جواب این تستا برم یه بار دیگه اون مطالب رو مرور میکنم و بعد میام این دوتا تست رو اصلا میسپارم به خود شما. میگید که جواب چقدر ساده بود، وای من چرا این دوتا تست رو پاسخ ندادم. شما در کانال آپاراتتون گفته بودید مدیریت آزمون نیمه متمرکز ورود به دوره‌های دکتری سال 1402 دفترچه شماره 1 صبح پنجشنبه آزمون برقرار شد روز 11 اسفند سال 1401. مدیریت صنعتی با کد 2164. تعداد سوال 70 تا، زمان پاسخگویی 105 تا. و بعد آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری صبح پنجشنبه همون 11 اسفند سال 1401 مدیریت دولتی. و بعد در آزمون دیگه من کل این دفترچه ها رو از سازمان سنجش دانلود کردم. میبینم باریکلا دفترچه شماره 1 صبح پنجشنبه 11 اسفند سال 1401 مدیریت بازرگانی و راهبردی آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری سال 1402. بله اینا همه مشتی از خرمنه که شما چرا پاسخ ندادید. میسوزونه، مثل فلفلتون میسوزونه. آزمون نیمه متمرکز ورود به دوره‌های دکتری سال 1402 دفترچه شماره 1 صبح پنجشنبه 11 اسفند سال 1401 مدیریت رسانه و اطلاعات. آزمون نیمه متمرکز ورود به دوره‌های دکتری سال 1402 دفترچه شماره 1 صبح پنجشنبه 11 اسفند سال 1401 مدیریت فناوری اطلاعات. تعداد سوال 70 تا، زمان پاسخگویی 105 تا. بریم به سراغ سوال. نمیدونم شاید پاسخ دادی، باریکلا. اگه پاسخ ندادی که میسوزونه شما رو. منفی نزدی باشی که اصلا خیلی افتضاحه. یعنی تست
چی بگم، اگه زده باشیم غلط که دیگه افتضاح پشت افتضاح. بریم با همین تست رو بررسی کنیم، واقعا تکراریه. سوال 19 دفتر بین گرامی دقت کنید، در تک تک این دفترچه هایی که ما برای شما معرفی کردیم، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی و راهبردی، مدیریت رسانه و اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، شماره تست و عین تست ها همونها بود. این دوتا تست رو ببین آیا پاسخ دادی یا نه. داوطلب دوره دکتری تست تکراری بوده، یعنی اصلا گفتم وحی منزل بوده که اصلا این تستا بیاد. بریم سوال 19 رو با هم بررسی کنیم. طبق کدام سبک تصمیم گیری مدیران از حل مسئله لذت میبرن؟ از حل پرابلم لذت میبرن. از حل مسئله تحلیل میکردش، یادت میاد داشت یه چیزی رو برای خودش تحلیل میکرد، اصلا حل مسئله داره لذت میبره و سعی میکنه بهترین پاسخ رو با بهره گیری از روش‌های نوآورانه به دست بیاره. آیا تحلیلیه؟ آیا آمرانه یعنی دستوریه؟ آیا رفتاری یعنی شهودیه؟ آیا رفتاریه؟ بیهیویوراله؟ آیا مفهومیه؟ کدومه؟ باریکلا. سوال کاملا تکراری که میریم با هم بررسیش میکنیم. سوال دیگه، سوال 24 در تک تک دفترچه‌های دکتری سال 1402 که به شما اعلام کردیم، همین سوال همین دوتا. تصمیم گیری شهودی به عنوان یکی از انواع تصمیم گیری بر پایه کدام مورد بنیان نهاده شده است؟ آیا احساسات و عواطف و ذهن ناخودآگاه؟ آیا تجربه و احساسات و قضاوت؟ آیا تفکر آگاهانه و تجربه و قضاوت؟ آیا اخلاقیات و عواطف و تفکر آگاهانه است؟ داوطلب محترم پاسخ این تست رو دادی؟ اگه درست دادی که به تبریک میگیم و واقعا کار ساده ای بود، تکراری بود. دنیال کانمن، برس به دادم. قبلا از شما استفاده کردیم و این مطلب رو از شما یاد گرفتیم. آقای دنیال کانمن، داوطلب محترم، بیا با هم دیگه به لینک ها مراجعه کنیم، مرور بشه برای ما. و داوطلبی که پاسخ نداده دیگه باید چی بگم بهش؟ چرا این دوتا تست رو پاسخ ندادی؟ چقدر تست تکراری بوده دیگه، مثل فلفلتون شما میسوزید. بریم به سراغ این لینک ها که آیا بررسی شده بود شیوه های تصمیم گیری در این لینک؟ بله که بررسی شده بود. 2 سال پیش هم اومده بودم آموزش داده بودم، حتی 1 سال پیش هم آموزش داده بودم و کلی صحبت کردیم ایناش. 2 سال پیش برای شما اومدم گفتم با سلام، سالهای مختلف درس مهم و شیرین اصول مدیریت مبحث شیوه‌های تصمیم گیری مطرح شده است و چه زلزله و کولاکی به پا کرده. برای شما قالب آموزش تست هایی رو آوردم و به شما دارم میگم بفرما لینک رو حتما مراجعه کن و به باور برس که وای 2 تا تست مدیریت رو نزدم یا منفی زدم، دست از تست برداشتم. اینم لینکشه. شیوه های تصمیم گیری رو اومدیم بررسی کردیم، گفتیم به 4 دسته تقسیم میشه. ویژگی افراد با شیوه دستوری. دستوری کیا بودن؟ آمرانه بودن. آمرانه یعنی دستور میدادش. تحملشون کمتره برای ابهام تحملشون کمتره. روششون درسته که عقلاییه ولی تحملشون کمتره در فکر کردن. درسته که این افراد لاجیکی بودن، افراد منطقی و اثر بخشی بودن، ولی عموما در موضوعات کوتاه مدت سریع تصمیم میگیرن. آمرانه ها دستوری، عشقشون دستور دادنه. درسته که روششون عقلاییه، منطقی دارن کار میکنن، اما تحملشون کمه برای ابهام. آره گفته بودم، لینک رو هم قشنگ ببینید دیگه، گفته شده. ویژگی افراد با روش تحلیلی که هر ساله انگار وحی شده که باید تحلیلی بیاد دیگه. تحلیلی تحملش زیاده برای ابهام، عشق میکنه، لذت میبره از اینکه ما بر سوالی ابهام آمیز براش بدیم. روش منطقی فکر کردن و لاجیک کار کردن ترکیب میکنه. تحلیلی لذت میبره از اینکه ما براش ابهام بیاریم، سوال ابهام آمیز بیاریم. داشتن اطلاعات قبل از تصمیم گیری رو ترجیح میده. چی بگم؟ فقط میخندم، فقط به این مطلب میخندم که راحت جوابتون همین میشد.
ویژگی افراد با شیوه ادراکی که یادش بخیر گفتم نخون ادراکی، بخون ادراکی، قلق بودش. قلق چی بود؟ ادراکی، ادراکی. نیا کن قلق گذاشتم. درا یعنی دراز مدت، بلند مدت، دورنمای وسیع‌تر، به دورنمای وسیع‌تر می‌نگرد، دراز مدت تمایل داره، اغلب دنبال راه حل‌های خلاقه. دراکی، درا، نگاه کن کلمه درا یعنی دراز و بلند مدت، روش خلاق. ویژگی افراد با شیوه رفتاری، به رفتاری ما بیهیویورال میگیم، شیوه شهودیه. وای تست دیگمون بود. اگه دقت کنی به این مطلب خواهی رسید به این نکته. ویژگی افراد با شیوه رفتاری همون بیهیوراله. نحوه اندیشیدن شهودیه، ولی در مقابل عدم اطمینان داره تحمل کمتریه. شهودیا رفتاری یعنی شهودی، تحملش کمتره در مقابل عدم اطمینان. به خوبی با دیگران کار میکنه، پیشنهاد دیگران رو میپذیره و به کسانی که برای اونها کار میکنه علاقه داره. به رفتیم اینجا با هم کار کردیم، شیوه دستوری رو کار کردیم، گفتیم شیوه دستوری یادت میاد تحمل ابهامت کمتر بود برای ابهام وقتی که ابهام داشتی، روشت عقلایی بود. یادت میاد منطقه اثر وقت بودی، شیوه دستوری برای موضوعات کوتاه مدت بودی، تحلیلی تحمل ابهامت زیاد بود، عشق و علاقه داشتی به چیزی که تحمل ابهام زیاد باشه، روشت هم منطقی بود. ادراکی رو میگفتیم ادراکی، دراز مدت، بلند مدت، خلاق. رفتاری تو همون شهودی بودی. سبک دستوری برای ابهام تحملت پایینه، سبک دستوری آمرانه، برای ابهام تحملت پایینه. و در شیوه تفکر روشت عقلاییه، کارآمد و منطقی هستی. افرادی که نوع دستوری به کار میبرن عشق و علاقه شون به این که دستور بدن تحمل ابهامشون پایینه. سبک ادراکی گفتیم به مسائل وسیع مینگرد، بلند مدته. سبک رفتاری همون شهودیه، به زیر دستان علاقه داشتش. در این قسمت سبک مفهومی رو ترکوندیم، مزایا و معایبش رو گفتیم، اگه یادتون باشه به این لینک مراجعه کرده باشید. نکته مثبت تصمیم گیری مفهومی، شرکت هایی که جویای ریسک و تمایز بودن با استفاده از محیط تصمیم گیری مفهومی میتونستن کامیاب بشن. نکته منفیش هم که ذاتاً ریسک بالاتری نسبت به دیگر سبک ها داره، باید دقت عمل به خرج بدن. اما بریم به سراغ یه جدول زیبا. تو این جدول زیبا شیوهای تصمیم گیری رو شما یاد گرفتید. گفتیم تحلیلی ها همون آنالیتیکال هستن، تحمل ابهامشون بالاه، عشق و علاقه دارن به ابهام، عشق و علاقه دارن به روش ابهام و تحمل ابهامشون بالا بود. شیوه تفکرشون عقلایی بود. اما کسایی که دستور میدادن هدایت، دایرکتیو، آمرانه بودن. شیوه تصمیم گیری درسته که عقلایی و منطقیه، اما نحوه اندیشیدنش عقلایی و منطقیه، اما تحمل ابهامش پایین بود. روش شهودی چی بود؟ شهودی همون رفتاری و بیهیویورال بود، نحوه اندیشیدن شهودی بود، تحمل ابهامش پایین بود. ادراکی که خوندیم ادراکی، بلند مدت، دراز مدت. کانسپچوال ادراکیه، تحمل ابهامش بالا بود، نحوه اندیشیدن شهودی بود. این یه جدول زیبا. اخ بریم دنیال کانمن رو با هم بررسی کنیم که ترکونده. سوال از همینجا آمده بود. نوعی نتیجه گیری ذهنی که فرد تصمیم گیرنده بر اساس تجربیات و هیجانات گذشته خود به آن میرسد. شهود یعنی رفتاری بر اساس تجربیات و هیجانات گذشته. گزینه دوم سال 1402 در دکتری. افکار و ترجیحاتی که به سرعت به ذهن میرسند و به شکل‌گیری های آنها تلاش و تأمل چندانی انجام نمی شود. دنیال کانمن. شهود چی بود؟ روشی برای ترجمه کردن تجربه های ما به قضاوت و تصمیم. گری کلین در کتاب قدرت شهود این مطلب رو گفته بود. وای تست تکراری. الان که دارم میگم اصلا
چیه تستیه؟ هر سال مگه وحی منزله که باید بیاد؟ چی بگم؟ اینهاش این تست سال 93 94 نمیدونم سال مختلف اومده، سال 1402 هم تکرار شد در سوال 19 دکتری مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطلاعات، همه مدیریت ها مطرح شد دیگه. داوطلب اینو نزنه چی رو بزنه؟ بریم با هم بررسی کنیم. سوال 63 در حالی که تحمل ابهام بالا، نحوه اندیشیدن عقلایی باشه کدوم روش استفاده میکنی؟ تحلیلی رو استفاده میکنم، آنالیتیکال رو استفاده میکنم و طبق این جدول من اینا رو حفظم. آنالیتیکال تحلیلی، تحمل ابهام بالا بود، شیوه عقلایی داشتش. دستوری هدایتی تحمل ابهام پایین بود، شیوهش عقلایی بود. رفتاری بیهیویورال شهودی، تحمل ابهام پایین. ادراکی کانسپچوال تحمل ابهام بالا و شهودی نحوه تفکر. گزینه دوم جواب میشد چون روش عقلایی، تحمل ابهامش هم بالاه. اما دستوری ها تحمل ابهامشون پایینه، روششون عقلایی بود. دستوری همون آمرانه هستش که در سال 1400 دوره کارشناسی ارشد در گرایش مهندسی فناوری اطلاعات طراح کلمه آمرانه رو به کار برد. تستش هم رو میکنم که بله گفته بودم مطلب آمرانه به این نحو همون دستوری هستش. کسی که عاشق کار دستوری گرچه منطقی هستش، عقلایی هستش، اما تحمل ابهامش پایین بود. رفتاری ها همون شهودی بودن. طراح عزیز محترم میگه که دقت کن من روشم عقلاییه، دقت کن تحمل ابهامم بالاه، اما شما میگی شهودی رفتاری. خب بس گزینه رفتاری غلطه چون شهودیه. رفتاری چیه؟ شهودیه. رفتاری شهودیه که اومدیم و خیلی عالی بررسیش کردیم و تحمل ابهامش پایینه. ادراکی تحمل ابهامش چی بود؟ بالا بود، ولی شهودیه دیگه، شهودیه. تمام. و معلومه که تحلیلی میشه چون هم تحمل ابهامش بالای تحلیلی و هم عقلایی هستش. گزینه دوم جواب تست میشد. بریم این تست رو با هم بررسی کنیم. سال 94 مهندسی فناوری اطلاعات. چی بگم آخه؟ کدام عبارت در مورد شیوه تصمیم گیری تحلیلی، ای بابا بازم تحلیلی اومد، عقلایی استفاده میکنه و تحمل ابهامش بالاه؟ این افراد تحملشون زیاده برای ابهام، روششون منطقی و عقلایی دارن ترکیب میکنن. بله. روش گزینه یک چی بود؟ گفته شهودی. شهودی تحمل ابهام پایین میشد رفتاری دیگه. تحمل کمتر برای ابهام داره عقلایی، دستوری دیگه. نحوه اندیشیدن شهودی، تحمل بالا ادراکی دیگه چند بار بگیم؟ چی کار کنم آخه؟ ادراکی کانسپچوال تحمل ابهام دراز مدت بالاه، نحوه اندیشیدن شهودیه. تحلیلی داره تحلیل میکنه، عاشق تحلیله، در نتیجه روشش عقلاییه و منطقیه، تحمل ابهامش بالاه. کسایی که دستوری بودن عقلایی بودن ولی تحمل ابهامشون پایین بود. کسایی که رفتاری بیهیویورال بودن تحمل ابهامشون پایین بود، شهودی بودن. دیگه آخه چند بار تکرار، هر سال داره میاد. میبینید دیگه سال 93 اومد، 94 اومد، 95 اومد. اگه تحمل ابهام بالا باشه، نحوه اندیشیدن عقلایی باشه، چی کار کنی؟ مشخصه که تحلیلی میشه. تحلیلی روشش عقلایی، تحمل ابهامش بالاه. رفتاری بنده خدا شهودی بود، تحمل ابهام پایین بود. ادراکی شهودی بود، تحمل ابهام بالا بود. دستوری عقلایی بود، تحمل ابهام پایین بود. چقدر تست تکراری وحی منزل شده، چه کولاک و زلزله‌ای به پا کرده، مثل فلفلتون میسوزونه. نسخه این تستا رو باید بپیچونید دیگه چی بگم. تست سال 96 گرایش مهندسی فناوری اطلاعات، سوال 77م، تحمل ابهام بالا، نحوه اندیشیدن عقلایی. ای بابا 3 سال پیشم که همین اومده، از سال 93 94 95
همین اومده. دوباره 96 هم همون اومد. تحمل ابهام بالا، نحوه اندیشیدن عقلایی. خب میشه تحلیلی دیگه. ادراکی چی بود؟ ادراکی شهودی بود، بازم تاکید ادراکی شهودی بود و تحمل ابهامش بالا بود. دستوری چی بود؟ دستوری عقلایی بود، یعنی منطقی و عقلایی بود، تحمل ابهامش بنده خدا پایین بود. رفتاری چی بود؟ رفتاری شهودی بود، رفتاری شهودی بود، تحمل ابهامش پایین بود. دیگه چی بگم آخه؟ تست چقدر تکراری. تست سال 98 گرایش مهندسی فناوری اطلاعات در سبک ادراکی. بالاخره حالا یه بار ادراکی بیاد بابا جون، چقدر تحلیلی میاد. سال 1401 هم تحلیلی اومده. دکتری تحلیلی میشه، خندت میگیره. در سبک ادراکی تحمل ابهام چجوری بود؟ مشخصه. ادراکی دراز مدت یعنی بالا، دراز یعنی بلند. ادراکی شهودی بود و بلند مدت. ایناش گزینه 2 جواب میشد. و الان میخوام بررسی کنیم. کم و شهودی میشد چی؟ رفتاری، بیهیویورال. کم و عقلایی میشد چی؟ دستوری، آمرانه. زیاد عقلایی میشد چی؟ آنالیتیکال، تحلیلی. وای دیگه چی بگم؟ تست تکراری. تست سال 99 مهندسی فناوری اطلاعات در سبک تصمیم گیری مفهومی و رفتاری. روشمون چیه؟ هم مفهومی و هم رفتاری شهودی بود طبق گفته دنیال کانمن. وای دیگه چی بگیم آخه؟ مفهومی و رفتاری، مفهومی و رفتاری. بیهیویورال کانسپچوال میشه مفهومی، رفتاری میشد بیهیویورال. روششون شهودی بود. وای در این سال اینا کن این لینک. تست داغ کنکور کارشناسی ارشد سال 1400 مجموع مدیریت مشابه تستای 93 94 95 96 98 99 در گرایش مهندسی فناوری اطلاعات مبحث شیوه‌های تصمیم گیری رو گفته بودیم. وای تو کانال آپاراتمون یه سال پیش هم گفتیم، باز اینم گفتیم که اینجا آمدم چند بار تاکید کردم، گفتم که با احترام این تست مدتی است داخل کنکورها آمده و میچرخه تو کنکورها گرایش مختلف. چه طوفان و زلزله و کولاکی به پا کرده، چه قشقرقی به پا کرده. هر سال وحی منظر شده که داخل کنکور بیاد. بازم دیدیم تو دکتری اومد. یه سال پیش هم برای شما آموزش داده بودم. تاکید میکنم ببین تستایی که من میگم یه جورایی، چون من تستا رو زیاد میخونم، یه جوری شم تستنی میره بالا. به شما بگم نکات خیلی مهمه. حالا من شم تستنی رو باید بالا ببرید. اینقدر تست میزنیم نکنه دوباره بیاد، نکنه وحی منزل شده که هر سال داخل کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری بیاد. چی بگم آخه؟ بازم اومد آخه. امسالی که سال 1402 داوطلبین محترم در گرایش‌های مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی و مدیریت بازرگانی دکتری نیمه متمرکز شرکت کردن 2 تا تست ازش اومد. یعنی چی؟ یعنی نباشی به تصمیم گیری رو میخوندی داوطلب بخون 2 تا تست اومد ازش میزدی دیگه. بریم این تست رو با هم بررسی کنیم. در این لینک هم گفته شده آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1400 صبح پنجشنبه، مدیریت کد 1142. در کدام سبک تصمیم گیری درجه تحمل ابهام پایین بود؟ روش شهودی بود، رفتاری، بیهیویورال، تکراری. آمرانه چی بود؟ آمرانه همون دستوری بود، تحملش پایین بود، روشش عقلایی بود. نام دیگر دستوری دایرکشن بود، هدایتی، آمرانه، دستوری. ادراکی که گفتم بخون، ادراکی کانسپچوال، نحوه اندیشیدنش شهودی بود، نحوه اندیشیدن شهودی و شیوه تفکر شهودی، تحمل ابهام بالا. تحلیلی هم که ماشاءالله تا تکون خورد هر سال اومد، زهر خودش رو ریخ. این تست در سال 1401 در گرایش های دکتری زهر خودش رو ریخت. بیا و تماشا کن. تحلیلی چی بود؟ تحلیلی به این نحو بود که تحمل ابهام تحلیلی بالا بود، روشش
عقلایی بود. دیگه چی بگم آخه؟ تست دکتری هم اومده بود، من قبلا دکتری هم بررسی کردم. بفرما در این لینک فیلم دکتریش رو ببین بی زحمت. 2 سال پیش هم گفتم، میبینی 2 سال پیش بنده اومده بودم اینو گفته بودم و در سال 1400 زهر خودش رو ریخت. واقعا که امسالم داوطلبه که پاسخ نداده باشه، واقعا من باید بگم چی رو پاسخ داده. خیلی برای من جالبه. اتکا یه خونم اینو بزرگ کنم قشنگ. اتکا به مقررات موجود و رویکرد اجتماعی به مسائل به ترتیب در کدام سبک تصمیم گیری بود؟ آمرانه و ادراکی. یادت میاد رویکردشون مقررات قانون. کسی که دستور تحمل ابهامش پایین بود، فقط عشق دستور داشت. آمرانه، دستوری، هدایتی، همون دایرکشن بود. و کسی که رویکردش اجتماعی بود، در مقابل ابهام تحملش بالا بود، روشش هم عقلایی و منطقی بود، شیوه تفکرش عقلایی بود. روشش چی میشه؟ رویکردش اجتماعی میشه، سوشال میشه. و همچنین مطلبش رو، اون مطلب اگر بخواید بگید که تحمل ابهام بالا باشه، شهودی باشه، میشه ادراکی. تحمل ابهام بالا باشه، عقلایی باشه میشه تحلیلی. ولی این روشی چیه؟ اجتماعیه، یعنی سوشاله. اجتماعی سوشال میشه ادراکی که بلند مدت و شهودی بود. آمرانه چی بود؟ مقررات بود، یعنی قانون بود. آمرانه همون هدایتی، دستوری، دایرکشن بود که روشش یک روش کاملا منطقی و عقلایی، تحمل ابهام آمرانه ها پایین بود. پس گزینه دوم جواب این تست میشد. خب اینم از اینجا در این لینک در اتاق آمرانه اینا بررسی کردیم که واقعا دیگه دارم زیاد مطلب رو میگم، دیگه تکراری شد. در این لینک کلا ترکوندیم دیگه. بفرما. در سال 95 بازم تو این لینک گفته بودم، 2 سال پیش و تو این لینک و کلی صحبت، و همچنین سال 99 بازم تو این لینک گفتم و کلی صحبت عالی و جذاب. دوستان عزیزان داوطلبین، با هم بریم این 2 تا تست رو بررسی کنیم که الان اگه من بگم شما میگید وای چقدر تست ساده بود. مثلا شاید شما بگید من این تست رو نزدم، یا بگید اشتباه زدم. وای 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 میسوزونه. سوال 19 که گفتیم در تک تک گرایش های مدیریت مربوط به دکتری یا نیمه متمرکز سال 1402 مطرح شد، مثل مدیریت صنعتی و مدیریت دولتی و مدیریت بازرگانی راهبردی، مدیریت رسانه و اطلاعات و مدیریت فناوری اطلاعات رو با هم بررسی کنیم که الان دیگه شما میگید که استاد به این تست شدم، دیگه سبک تصمیم گیری رو قورت میدم، هر چی تست ازش بدن قورتش میدم. آره باید بتره کنی دیگه. اصلا وحی منظر شده اینگار، من چی بگم. سوال 19 با هم بررسی میکنیم. طبق کدام سبک تصمیم گیری مدیران از حل مسئله لذت میبرند؟ سعی میکنن بهترین پاسخ رو با بهره گیری از روش‌های نوآورانه به دست آورند. همین الان بگید روش تحلیلیه دیگه. چرا؟ چون حل مسئله داره لذت میبره. تحلیلی ها شیوهشون عقلایی بود، گفتیم از حل مسئله لذت میبره، کیف میکنه، شیوه حل مسئله لذت میبره. بنابراین جواب همین میشه. آمرانه که بنده خدا شیوه تفکرش عقلاییه اما تحمل ابهامش پایین بود. مفهومی بنده خدا که روش شهودی اصلا ربطی نداره که از مسئله لذت ببره نبره. تحمل پایین. رفتاری بیهیویورال. مفهومی رو اگر ما مفهومی رو ما والا ادراکی در نظر بگیریم، مفهومی رو ما دیگه باهاش کاری نداریم. ادراکی ها تحمل ابهام بالا بود و بگو دیگه شهودی بود.
رفتاری چی بود؟ رفتاری همون شهودیه، تحمل ابهامش پایینه. دیگه چی بگم؟ تحلیلی در حل مسئله لذت می بردن و بهترین پاسخ رو داشتن که بارها در همون اوایل در آزمون ها تست اومد، مثل این تست که گفتیم آخه چقدر تست ازش میاد، تحمل ابهامشون زیاده و نمیدونم با روش منطقی فکر کردن و اینا استفاده میکنن. و بعد اینجا هم گفتیم که شیوه تحلیلی تحمل ابهام بالاه، روششون منطقی، و بعد شیوه تحلیلی روشی بود که لذت میبردن از منطقی بودن، که تحلیلی ها به این نحو تحمل ابهام بالا، آنالیتیکال و شیوهشون تحلیلی بود، آنالیتیکال عقلایی بود. اما این تست سوال 24 از کل اون دفترچه ها، تصمیم گیری شهودی به عنوان یکی از انواع تصمیم گیری بر پایه کدام مورد بنیان نهاده شده است؟ شهودی رو داره بررسی میکنه بر طبق گفته کانمن، به طبق اسلایت هایی که برای شما مهیا کرده بودیم، تجربه و احساسات و قضاوت. گزینه دوم جوابش میشد، میریم با هم یه بار اینو بررسی میکنیم. نوع نتیجه‌گیری ذهنی، شهودی رو داره میگه، نتیجه‌گیری ذهنی منتال که فرد تصمیم گیری بر اساس تجربیات و هیجانات گذشته خودش به آن میرسد. دنیال کانمن. وای چی بگم، خیلی دیگه گفتن نداره، این تست تکراری بوده. تجربه و احساسات و قضاوت خودش، روش شهودی، انواع تصمیم گیری، دیسایدینگ. دکتر محترم دقت کنید، کل تستای دکتری رو که خودم دیدم، تو آزمون ها دیدم، داخل پکیجم بود، مثل تست خط مشی. دقت کنید 3-4 تا تست در دکتری از کلمه خط مشی اومده داخل پکیج بود، و همچنین تست مربوط به سبک‌های مربوط به خطاها بود، خطاها مثل خطای ادراکی، خطای حاله‌ای و خطای پیشنگر. تک تک اونها داخل پکیج آموزشی بود. برای شما هم حالا داخل کانال بنده خیلی از اون سوالات از قبل بوده و واقعا هم تعجب آوره که داوطلب میره و مثلا میگه من گرایش مدیریت بازرگانی راهبردی دکتری، مدیریت برام سخت بود. داوطلب میاد میگه که برای مدیریت رسانه و اطلاعات مدیریتش سخت بود. مدیریت فناوری اطلاعات میگه مدیریتش سخت بود تو دکتری. مدیریت دولتی و صنعتی دکتری میگه مثلا مدیریت سخت بود، در صورتی که واقعا چی بگم آخه، تو کانال آپارات بنده و همچنین داخل پکیج های آموزشی که بنده مهیا کردم، اصلا به شما بگم نمیگم 100%ش، ولی 90% اون مسائل نکات داخل پکیج من بود. این از این قضیه. از گرایش مهندسی فناوری اطلاعات دوره کارشناسی ارشدم باور کنید 80% از اون سوالات داخل پکیج بنده بود، که همون روزم اومدم گفتم آقا این تست که این و این تست هم که اینه. حالا من حدود چند تا تستاشو که دیدم اون زمان گفتم آقا این تست این میشه، این تست این میشه. به هر حال اینا رو من به عنوان مشتی از خرمن برای شما آوردم تا متوجه بشید که تست های مختلف داره داخل کنکورهای کارشناسی ارشد دکتری میچرخه. به عنوان نمونه شیوه های تصمیم گیری داخل کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری میچرخه که اومدش و دیدید که واقعا تکراری بوده. شیوه تصمیم گیری نمیدونم سوال 19 و اینکه سبکش حل مسئله لذت میبره تو کارشناسی ارشد اومده و نمیدونم دکتری سال 1400 اومده. از طرف این تست شهودی دنیال کانمن و اینا هم که تکراری بوده، ایناش گفته شده از قبل داخل مطلب. داخل این لینک که شما میرید، این لینک آپارات بنده که شما میرید و متوجه میشید که 2 سال پیشم گفتم، 1 سال پیشم من گفتم، هم 2 سال پیش گفتم و هم 1 سال پیش گفتم، گفته شده بودا داخل
کانال آپارات بنده در این قسمت و این قسمت 1 سال پیشم که گفته بود، داخل اینجا هم حتی شهودی رو صحبت کردم، تستا رو مثل چینی به هم بند زدم. به هر حال من دیگه نکات رو برای شما ماچاله کردم. سعی کنید دیگه کل تستا رو بخونید. اینا برای من شیرین بود، انگار که چی بگم آخه، انگار این تست واقعا باید هر ساله بیاد داخل کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری. این تستم امسال زهر خودش رو ریخت و مثل فلفل تند می سوزونه. همچین تستی که داوطلب پاسخ نده واقعا اصطلاح خوبی ها، مثل فلفل تند می سوزونتشون. چه کولاک و زلزله‌ای به پا کرده آخه، آدم چی بگه. از سال 93 تا 1400 اومد غیر 97ش. تو دکتری هم که همینطوری دیگه داره میاد، به کوب داره میاد. در گرایش‌های مدیریت و اینا طراح 2 تا تست رو به خاطر این مسئله اشغال کرده بود. امیدوارم از این مباحث بهره کافی رو برده باشید و دوست دارم شم تستنیتون بالا بره، پیش بینی تستاتون بالا بره. اینم یه پیش بینی بود که قبلا انجام میدادم و دیدم داخل کنکور دکتری زهر خودش رو ریختش. موفق و مؤید باشید. خدا نگهدار.